فشار به مادر کودک و در حالی که در تربیتش سهمی ندارد ناآدمی و نامردی است. حبیبی اولانوی 26 ساله اصرار دارد که همسر دوم میربک میاروف رئیس پیشین ولایت چوی است. اعتراف میکند که فقط نکاح مسلمانی داشتند و عقد رسمی نبستند. میاروف عائله‌دار و پدر 5 فرزند است و اولانوا هم این را میدانسته است. با میربک میاروف سال 2022 ازدواج کردیم. طبق عنعنه‌های قرغیزی عقد نکاح بستیم. او وعده داد که از همسرش جدا می شود. به من سند نشان داده تاکید میکرد که با همسرش هیچ ارتباطی ندارد و فقط بعضا پیش فرزندانش می رود. من آن زمان 22 ساله بودم و به او باور کردم. ولی در لحظه دشوار من و فرزندم را پرتافت. اولانوا میگوید عروسی با دبدبه قدم اول زندگی قانونی بعدی آنها می شود، ولی به گفتش این همه باطل برآمد. میاروف دیگر هیچگاه نخواسته است با او عقد رسمی بندد اگرچه صاحب فرزند شدند. این طفل در انتظار بود. او به کودک نسبش را داد میاروف و همچون پدر ثبت شد. وقتی فهمید که پسر بیمار است گفت که چون این کودک آبروی او را میبرد، چون میخواهد در آینده باز در انتخابات اشتراک کند. حبیبی میخواهد میاروف را برای بسیار همسری به جوابگری بکشند. به پلیس عریضه داده به وکالتدار حقوق انسان نامه زده است. ما به دادستانی کل مراجعت کردیم که این پرونده را تحت نظارت بگیرد و شکایت را بررسی کنند. خود میربک میاروف پرونده را شرح نداده است، ولی به حمایت او همسر اولش صدا بلند کرده است. نام من ایسولو آلتیمیشوا است. همسر قانونی میاروف میربک هستم. ما 5 فرزند داریم و 18 سال است عائله دار هستیم. او زن دوم نیست. در قانونهای ما این چیز معنی است. عادی گویم معشوق شوهرم است. دروغ میگوید که گویا شوهرم به وی یاری نمی کند. به نام فرزندانش خانه ماشین داده است. همراه خانه 500,000 سوم هم داد. او این را رد نمی کند. ولی او این پول ها را برای خودش صرف کرده است. آلتیمیشوا گفت گناه شوهرش را بخشیده است و حالا فقط میخواهد خانواده‌اش را از طمع‌جویی‌های معشوقه شوهرش محافظت کند. با کدام سبب او با من و فرزندانم جنگ اعلان کرد؟ ما با پلیس ناحیه لینسکی عریضه دادیم که بسته شد. حالا از نو میخواهیم باز کنیم. او باید برای گپ و تهدیدهایش تحقیرش به من و فرزندانم جواب دهد. حالا هر دو طرف به حق بودن خود پایفشاری میکنند، ولی معلوم است که این ماجرا دیگر یک بحث عائلوی نیست. در اداره وکالتدار حقوق انسان گفتند عریضه حبیبی را پلیس قبول کرده، رفتار میاروف را برای بسیار همسری تحقیق میکنند. تحقیق پرونده میربک میاروف یک مقام بلندپایه سابق برای بسیار زنی از اولین پرونده ها در قرقیزستان خواهد بود. بر اساس قانون در قرقیزستان برای این کار از 500 تا $1000 جریمه میبندند. حامیان حقوق میگویند که مردانی که با زن دوم رابطه برپا میکنند فقط نکاح اسلامی میبندند، ولی وقتی از آنها جدا شدن از زن و فرزند دست میکشند و اصلا سراغ نمیکنند.